صالح از سازمان خیریه پیشرفت که با اقدامهای خیر خود و هنگام ارائه کمک‌های خیریه همیشه پنهان کردن سیمای خودش نام برآورده است، این بار با خود یک گاو و گوساله‌اش را گرفته به ایسا رفت و در یک عائله از دهه ناجی بالایی کوفت. زن که پیش آنها برآمد نقل کرد که 32 سال باز در بیمارستان کلخوز مسکو کار کرده است. او گفت یک فرزندش از سال 2007 به روسیه رفت و بیدرک شد. پسر دیگرش که پهلوان بود در مسابقه های نوروزی گوشتی میگرفت و از بیماری مرموز ترک این دنیا کرد. پسر سیومش در روسیه رفت و آنجا زن گرفت و ماند. پسر چهارم این خانواده هم به روسیه رفت و بعد عذاب‌های زیاد آنجا نو راه زندگیش را یافته بود که نیز به طور اسرارآمیز کشته شد. اول خبر آمد که پسرت در زمستان در پا با کفش سبک میگردد. 16 دکامبر بود که بار آخر زنگ زد و گفت که کارهایم درست شد و میروم و 60 سالگیت را با تنتنه جشن میگیریم در تاجیکستان و اینجا پیش خودم میآرمد. میگفت 15-16 سر چاروا دارد و چارواداری میکند. در نوسیبیرسک بود یا سوردلوفسک من نمیدونم، ولی این زنگ آخری نشد. بچه‌ام را کشتند، مرده‌اش را در آب پرتافتند. نقل کرد این زن به صالح. زن همچنین قصه کرد که هم خودش و هم شوهرش یک عمر در مقامات ملیسا کار کرده است. از غم و درد فرزندان بیمار شدند و یک پای شوهرش را به علت بیماری قند حتی بریدند. صالح بدون آنکه هدف آمدنش را آشکار کند از آن زن خواست تا گاو و گوساله آنها را یگان ساعت در حوالش ببندد. زن قبول کرد. صالح رفت و بعد چنده با یک عربه معیوبی برگشت و دوباره در آن زن را کوفت. وقتی زن پیش آنها برآمد صالح این دفعه آشکار کرد که این عربه معیوبی را برای شوهرش آوردند. زن اشک در چشم برایش تشکر گفت، ولی هنوز اظهار سپاس خود را به آخر نرسانده بود که صالح لفافه را به دستش داد. این هم از آن شماست. زن داخل لفافه را گشود و دید و با اصرار برگرداندنی شد که آخر شما الکی برای ما یاردم کردید. همان بس و زیادتی بود. ولی صالح به زن گفت که آن گاو و گوساله هم که در حولیتون بستید آن هم از آن شماست. زن دیگر نمیدانست که برای اظهار سپاس سخن پیدا کند. او از صالح میپرسد که کیست و از کجاست؟ من میخواهم با تو رفت و آمد کنم. میگوید زن من هم یک فرزند شما، نامم صالح. جواب میدهد جوانی که با این یک بسته بزرگ یاریهای خیریه در خانه ساکنان دهه نوجی را کوفت. ویدیو بولازه تموم میشود که شوهر این زن را روی عربچه معیوبی میشینانند و زن او را روی حوله خانهشان میگرداند. موی سفید به صالح و همراهانش برای این کار خیری که کردند دعا داد. زن هم خیلی آنها را صدقه و بنده شد، ولی گفت من هیچگاه از ناداری شکایت نداشتم. فقط میگفتم بگذار نان خوردنی نداشته باشم، ای کاش که فرزندانم در برم باشند.